سلام رفقا، دنبال خط فک تیز و صورت حکاکی شده اید و فکر میکنین همه این مسائل به خاطر ژنتیکه؟ اشتباه میکنید. تفاوت بین صورت پوفالود و صورت تراشیده توی کاریه که شما روزانه انجام میدید. این سه تا گامی که بهتون میگم رو انجام بدید تا توی 7 روز صورتتون مثل سنگ تراشیده بشه. گام اول، روش‌های ضد پف شدن. سریع‌ترین راه برای لاغر شدن صورت حذف نبخه. روش اول، آبرسانی بدن خودتو تنظیم کن. روزانه حداقل 3 لیتر آب بنوش. وقتی بدنت کم آبه، آب رو توی صورتت ذخیره میکنه و پف میکنی. اما ترفندش چیه؟ صبح قبل از هر چیزی 1 لیتر آب با کمی نمک دریا بخور. نمک دریا کمک میکنه آب رو جذب بکنی، نه اینکه سریع دفعش بکنی. روش دوم، سدیم رو کم بکن و پتاسیم رو اضافه بکن. فست فود، تنقلات و غذاهای بسته‌بندی شده رو بذار کنار. اینا پر از نمکن و به صورتت پف میدن. پتاسیم سدیم اضافی رو بیرون میکنه، اما معجون اصلیه که پف بدنتو کم میکنه. هر روز یه اسموتی با موز، اسفناج و آووکادو درست کن. پتاسیمی که تو اینا وجود داره صورتتو تو 48 ساعت سیو میکنه. اما روش سوم، خواب با کیفیت. 7 تا 8 ساعت خواب شبانه رو هدف خودت قرار بده. حتی یک شب بیخوابی کورتیزول بدنتو میبره بالا و به صورتت پف میده. گوشیو بذار کنار، توی اتاق تاریک و خنک بخواب و از بالش اضافی استفاده کن تا مایعات تو صورتت جمع نشه. گام دوم، چربی کل بدنتو درست کن. حقیقت اینه که لاغری موضعی تو صورت نداریم، اما صورت اولین جاییه که کاهش چربی رو نشون میده. اما ترفندهای گام دوم، کمبود کالری هوشمندانه. خودتو گرسنه نگه ندار، فقط کیفیت غذا رو ببر بالا. غذاهای فرآوری شده رو با پروتئین‌های کامل جایگزین کن. پروتئین هم سیرت نگه میداره، هم عضلاتتو حفظ میکنه. روش دوم، تمرینات قدرتی و HIIT. وزنه برداری کن تا عضلات لاغر بسازی، چون عضلات متابولیسم تو میبره بالا. بعدش 2 تا 3 بار در هفته تمرینات HIIT انجام بده. مثلا 30 ثانیه سریع بدو و 1 دقیقه استراحت کن. این سریع‌ترین راه برای چربی سوزیه. گام سوم، فکت رو قوی و ظاهرتو تیز نگه دار. ترفندهای گام سوم شماره 1، تقویت فک و میوینگ. روزانه 20 دقیقه آدامس بدون قند بجو تا عضلات فکت قوی تر بشن. از روش های میوینگ استفاده بکن. زبانتو صاف بچسبون به صف دهان که این کار باعث میشه ساختار صورتت سفت و تقویت بشه. نکته دوم، وضعیت بدن. صافیز. وقتی سر جلو میفته خط فک زیر گردن گم میشه. شونه‌ها رو به سمت عقب ببر، چونه رو کمی به سمت داخل بیار. صورتت اینجوری تیزتر به نظر میرسه. نکته سوم، استایل و نظافت. اگه صورتت گرده، کناره‌های موهاتو کوتاه کن و قسمت بالا رو حجم بده. این شکلی باعث میشه صورتت یک فرم بیضی شکل به خودش بگیره. یک ریش مرتب و زاویه دار برای خودت داشته باش تا به صورت چارچوب بده و اونو حکاکی شده نشون بده. نکته آخر، الکل و استرس رو به حداقل برسون. این دوتا دشمن اصلی صورت لاغرن. الکل پف میاره و استرس مزمن باعث التهاب میشه. همراهان مسیر آلفا، یادتون باشه ژنتیک فقط پایه رو تعیین میکنه. 80% ظاهرت تحت کنترل توئه. این عادتایی که بهت گفتم رو اصلاح کن تا چهره واقعی و جذاب خودت رو نشون بدی. تا ویدیوی دیگر از مستر آلفا، خدا نگهدار.